همه شما حجرالاسود رو دیدید به دست میمالند. حجرالاسود الهه باروری زنانگیه، مثل واژن زنا میمونه. مناره ها آلت مردانه است، حجرالاسود آلت زنانه است. چون عرب‌ها از 6000 سال پیش آلت پرست بودن. چرا مردم سرزمین ما ملعونن؟ چون دارن به مناره ها سجده میکنن به جای خدای زنده و اون مناره که اون بالا درازه آلت مردانه است. چرا دارن میشن؟ چون کلام خدا رو نمیخونن. در سال 1640 میلادی، یعنی 1000 سال بعد از وفات پیامبر، به دستور سلطان مراد عثمانی، قابی نقره‌ای برای حفاظت و استحکام بیشتر بر روی سنگ حجرالاسود نصب شد. نصب قاب نقره‌ای به منظور حفاظت از این سنگ مقدس و جلوگیری از تخریب اون انجام شده. مسلمان‌ها حجرالاسود رو نمیپرستن، بلکه اون رو به عنوان یک نشانه و سنت پیامبر محترم میدونن و بوسیدن یا لمس کردن این سنگ فقط یک عمل نمادینه. اولین نمونه مناره برای مساجد در سال 717 میلادی، یعنی 83 سال بعد از وفات پیامبر، توسط ولید ابن عبدالملک اموی ساخته میشه. مکانی برای مؤذن تا صدای اذان به گوش همه برسه و نشانه‌ای برای مسافران و رهگذران باشه که از فاصله دور متوجه بشن مسجد کجا هستش. مناره جایگاه عبادی در اسلام نداره و کاربردش مثل برج ناقوس کلیساه و در تاریخ عرب‌ها قبل از اسلام هیچ گونه شواهد مستندی دال بر وجود آلت پرستی وجود نداره. و در انجیل یوحنا باب 8 آیات 7 تا 16 حضرت عیسی میگه لیکن به شما راست میگویم که رفتن من برای شما مفید است، زیرا اگر نروم تسلی دهنده نزد شما نخواهد آمد، اما اگر بروم او را نزد شما خواهم فرستاد. این فرستنده ای که حضرت عیسی بشارتش را میده کیه؟ قضاوت با شما.